ولایت بلخ 4000 سال تاریخ. می دانستید ولایت بلخ در شمال افغانستان بیش از 4000 سال قدمت دارد؟ بلخ یکی از کهن‌ترین سرزمین‌های جهان، تاریخ تمدن بشر را در خود جای داده است. بلخ که در متون تاریخی با نام ام البلاد شناخته می شود، هزاران سال پیش از اسلام یکی از مهمترین مراکز فرهنگ، دانش و تجارت بوده است. این سرزمین زادگاه اندیشه‌ها و محل عبور تمدن‌های بزرگ بوده، از باختر باستان گرفته تا دوران هخامنشیان، یونانیان و سپس دوره اسلامی. در دوران اسلامی، بلخ به یکی از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی جهان اسلام تبدیل شد، جایی که عالمان، شاعران و اندیشمندان بزرگی از آن برخاستند. ولایت بلخ فقط یک نقطه روی نقشه نیست. بلخ قلب تپنده تاریخ افغانستان است، جایی که گذشته چند هزار سال هنوز زنده است. تهیه شده در مدیا کلوب.